توبه آریانا سعید از هنر موسیقی برای همیشه. دلیل این کار آریانا سعید چی بوده است؟ آریانا در کدام کشور زندگی می کند؟ مصروف چی کار باری است؟ آریانا و اسیب آیا با واقعیت در ماه جولای ازدواج خواهد کرد؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر این کانال را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند خوب کشور، یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان. آریانا سعید عاشقانه آهنگهایش را به سبک پاپ می سراید و همیشه طرفداران و علاقمندانش را دارد. هرچند آریانا سعید گاه آهنگهای محلی هم می سراید، اما ساله برای دوستداران و طرفداران صدایش کنسرت‌های در سرتاسر جهان برگزار می کند. آریانا سعید اولین بانویی بود که در سن کم توانست من حیث داور و یاور در بزرگترین برنامه‌های موسیقی در افغانستان اجرای وظیفه کند. آریانا هنرمند بین المللی کشور است که کنسرت‌های وی به سطح بین الملل برگزار می شود. آریانا سعید بارها برای دفاع از حقوق زنان افغانستان جنگیده است و در تمامی کشورها برای دفاع از حقوق زنان کشورش صدا بلند می کند. تازه آریانا سعید در کشور امریکا نهاد برای دفاع از حقوق زنان ساخته است و در این نهاد آریانا سعید خودش من حیث رئیس با تمامی خانمان سرشناس در سرتاسر جهان برنامه دارد و به همین دلیل مدت می شود آریانا سعید کاملا از کارهای هنریش به دور بوده است. شایعات نشر شده در صفحات مجازی که آریانا سعید با اسیب قرار است ازدواج کند کاملا دروغ بوده است و آریانا سعید به خاطر مصروفیت‌های سیاسیش یک مدت می شود از کارهای هنریش به دور است. ما در انتظار نشر تازه ترین آهنگ‌ها از این بانوی هنرمند خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.